سلام و درود به دوستداران فیلم و سریال و سینما. من حسین هستم از کانال فیلم نگاه. امروز میخوام براتون فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت رو معرفی کنم. این فیلم در ژانر اکشن ماجراجویی و فیلم واقعا خوش‌ساخت و سرگرم کننده ایه. اگه خواستین این فیلم رو حتما ببینید. بریم یه قسمتایی از فیلم رو ببینیم تا بقیه ماجرا رو برای I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. قبل از اینکه بخوام داستان فیلم و یه قسمتایشو براتون بگم که اسپویل نشه، میخوام بگم که این ایندیانا جونز داستانش چی بوده. کسایی که خیلی جوونا شاید ندیده باشن این فرانچایزو که 5 قسمت اول سال 1981 ساخته شد. طرحش و داستانش از جورج لوکاس بود، کارگردان توانا که فیلم های استار وارز رو ساخته. این به ذهنش رسید جورج لوکاس این طرح و داستان، منتها موقع چون درگیر ساخت فیلم های جنگ ستارگان بود، طرح داد به دوست صمیمیش که استیون اسپیلبرگ بود. اسپیلبرگ هم اون موقع برای خودش اسم رسمی در کرده بود و فیلم آرواراش فروش جهانی واقعا خیره کننده ای داشت و خیلی معروف شده بود. طرح داد به اسپیلبرگ و گفتش که اینو تو کارگردانی کن. خب تا اون زمان فیلم های از این سبکی که مثلا ماجراجویی باشه زیاد تو سینما نبودش. خب اینا ریزی و 2-3 سال بعد قسمت دومش ساختن که فیلم ایندیانا جونز و معبد مرگ بود. اونم فروش خیره کننده ای داشت. دیگه یه 5-6 سال وقفه خورد و قسمت سومش که سال 1989 بود به نام ایندیانا جونز و جنگ صلیبی بود یا جام مقدس هم بهش میگن. و هریسون فورد و اسپیلبرگ که قسمت 4 هم بسازیم که به نام ایندیانا جونز و جمجمه بلورین بود که اونم واقعا فروش خیلی خوبی کرد. داستانش یه مقدار با 3 قسمت قبلی فرق میکرد، یه مقدار تخیلی تر بود، ولی خب اونم خیلی استقبال شد ازش. دیگه اینا گذاشتن کنار دیگه تا سال 2020 باز دوباره کمپانی پرونده رو کشید بیرون که آقا یه قسمت دیگه هم از این بسازیم. طرح و جورج لوکاس و فیلیپ کافمن نوشتن، دادم به اسپیلبرگ حالا به خاطر مسائل کاری بود و چیز بود دیگه گفت من نمیرسم مثلا قسمت 5 کارگردانی کنم. اینجا خود طرفدارای این فرانچایز چیز شدن، ناراحت شدن و بعد استرس بهشون میخواد کی کارگردان باشه دیگه. جیمز منگول رو معرفی کردن. جیمز منگول خود یه کارگردان قدریه، خودش صاحب سبک اسم رسمی داره، 2-3 بار کاندید جایزه اسکار شده. مثلا فیلم فورد علیه فراری رو ساخته، فیلم لوگان رو ساخته، فیلم وولورین رو ساخته، فیلم پلیس آباد رو ساخته که فیلمات حالا فیلمای دیگه هم هستش، ولی خب این از این فیلم ها فقط 2-3 تاش کاندید اسکار فیلمنامه و کارگردانی و اینجا چیزا شده. خب جیمز منگول که معرفی شد همه یه نفس راحتی کشیدن و کار رفت جلو و فیلم 5 هم ساخته شد که به اسم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشته. خود داستان چیه؟ داستان قسمت 5 اینجوریه که ایندیانا جونز سال 1942 رو نشون میده، زمانه که قسمت اولش هم اگه یادتون اونایی که دیدن یادشون باشه قسمت اولش هم تو همون زمانا بود که هیتلر یه تیمی داشت حتی تو واقعیت که یه تیمی داشت دنبال چیزای جادوگری و اینجور چیزا بودن که مثلا روند جنگو به نفع خودشون برگردونن. تو این فیلم یه دانشمند نازیه به نام یورگن ولر که نقششو مت مکلسن بازی کرده، بازیگر توانمند دانمارکی که فیلم دهانتو
بازی کرده که واقعا فیلم دهانت، من اون فیلم رو دیدم اصلا موهای تنم سیخ شد. واقعا فیلم عجیب غریبیه، هر کی ندیده ببینه اون فیلمو که تو جشنواره کن 2012 مکلسن به خاطر اون فیلم جایزه بهترین بازیگر رو گرفت. خب یه بتمن قوی هم آورده بودن تو فیلمو. خب اون در نقش دانشمند نازی بود، دنبال این گردانه سرنوشت بودن که آنتیکترا تو فیلم اسمشه. خب اینا به سری صد و خورد توی قطار و اکشن و اینا هستش انجام میدن ولی ایندیانا جونز به دستش میاره اون گردانه رو. بعد یه خنجر مقدسی هم اونم هستش و خلاصه میاد فیلم یه فلاش فوروارد میشه به سال 1969. به سال 1969 میاد و دیگه اینجا ایندیانا جونز چون یه پروفسور باستان شناس بود دیگه تو کل این فیلم ها نشون میده که داره از زنش جدا میشه و پسرش هم که تو قسمت 4 باش همراه بود مثلا تو فیلم مرده و افسردگی گرفته و فقط یه دختر خونده داره که همراهشه که این دختر خونده هم یه شارلاتانیه برای خودش که با خود ایندی هم مشکل داره. تو همین هنگ یورگن ولر که تو فیلم نقش ورنا فون بران رو داره بازی میکنه، یه دانشمند نازی بود که موشک ویدو رو ساخت برای هیتلر که مثلا باش لندن رو میزدن. بعد جنگ که تموم شد آمریکایی‌ها اینو آوردن آمریکا و پروژه آپولو رو تو واقعیت این دانشمند اصلا برد جلو که تونست فضانوردهای آمریکایی رو ماه بشونه و برای خودش اسم و رسمی و برای آمریکا یه امتیاز خیلی بزرگی به دست بیاره. این یورگن ولر این بنده خداه مثلا تو فیلم. خب این هنوز تو فکرشه یورگن ولر این دانشمند نازی که اون دستگاه رو به دست بیاره، آنتیکترا رو، که بتونه با اون تو زمان سفر کنه. این دستگاه چی هست اصلا داستانش؟ یه دستگاهی تقریبا انقدی از برنج ساخته شده، روش چند تا عقربه داره. اینو ارشمیدس دانشمند یونانی 2200 سال پیش ساخته بوده. کار این دستگاه چی بوده؟ این دستگاه این بوده که یه حفره‌هایی تو فضا زمان پیدا میتونسته بکنه که اگه شما تو اون حفره‌ها میرفتی میتونستی تو زمان سفر کنی، یا به زمان عقب برگردی یا به زمان جلو بری. حالا دیگه فیلم‌های علمی تخیلی دیگه، حالا دیگه این دیگه خیلی دیگه راحتش کرده بود دیگه تو این فیلم. یورگن ولر دنبال این دستگاه که بتونه باش به زمان عقب بره و اون کاری که هیتلر کرده، چون تو این فیلم نشون میده که مثلا یعنی هیتلر خوشش نمیاد، در حالی که خودش هم نازیه، میگه مثلا باعث باخت ما تو جنگ این دیوونه بازی های هیتلر بوده. من میخوام مثلا برم کارا رو درست کنم و یه سر و سامونی بدم و مثلا آلمان رو به اون قدرتی که باید داشته باشه برگردونم. این دوتا بعد مثلا 20 سال بازاره با هم درگیر میشن و دیگه این ور یه تیم هریسون فورد و دختر خونده‌اش و یه پسر بچه‌ای هم هست که همراه ایناست که این پسر بچه یه کپی برداری از قسمت دومشه. تو قسمت دومش هم یه پسر بچه است با ایندی هستش. اونورم که دانشمند نازی با یه تیم آدم کش درگیر اینن که این دستگاه رو به دست بیارن که حالا خودتون دیگه ببینید بعد چی میشه. خب فیلم علاوه اکشن واقعا چیزی قسمت قبلی کم نداره دیگه. شما همه چی توش بخواین هست، از نمیدونم از سواری و نمیدونم ماشین سواری و یه اکشن بزن و کشتار و همه چی توش در حد اعلا هستش. یعنی رضایت کسایی که فیلم‌های اکشن و ماجرایی جوری دوست دارن این فیلم جلب میکنه، حتی کسایی که طرفدار خود این فرانچایز بودن، چون اون 4 تا قبلی واقعا قدر بود. خب اگه این چیز بود خب تو ذوقشون میخورد. اینو علاوه اکشن به قول معروف همه چی رو برآورده میکنه. یه نکته جالب تو این فیلم هست، تو قسمت 15 دقیقه اول هریسون فورد که الان بازیگر این نقشه الان 80 سالشه، یعنی در عالم واقعیت آدم پیره. من تو قسمتی که اول فیلم داشتم نگاه میکردم
اصلا بزده شدم که هریسون فورد رو در نقش جوونیش دیدم. یعنی با اون فرایند پیرزادایی که الان 3-4 سال مد شده تو هالیوود، اصلا شوکه شدم که این چجوری اینو درست کردن. خب ما تو 3-4 ساله چند تا فیلم دیدیم، از فیلم مرد ایرلندی اسکورسیسی تا فیلم دزدان دریای کارائیب که جانی دپ تو این آخریه جوونش کرده بودن، تا سریال ماندلوریان که لوک اسکایواکر رو که مارک همیل بازیگرش بود جوون کرده بودن. ولی این تو این فیلم اصلا این فرایند پیرزادایی که انجام دادن با صورت هریسون فورد اصلا شوکه کننده است که من با این شرایطی که داره هالیوود جلو میره، من فکر کنم تا 2-3 سال دیگه ما مثلا همفری بوگار رو بیاد ببینیم مثلا بیاد فیلم بازی کنه، بازیگری که مثلا 70 سال پیش مرده، یا چارلی چاپلین یا استیو مک‌کوین. اینا اگه اینجوری باشه دیگه فکر کنم تا چند وقت دیگه بیان رو پرده سینما، که واقعا این خیلی چیز خیلی بدیه به نظر من که با این کار بخوان مثلا بازیگرا رو حالا اینجا جوون میکنن مسئلهش فرق میکنه، ولی اینکه بخوام بازیگرای مردن بخوام بیارن تو فیلم ها دیگه واقعا لحاظ دیگه اون شأنیتی که فیلم داره و اون اورجینال بودنش اصلا از بین میره. خب فیلم تقریبا الان خلوش 300-400 میلیون دلار جهانی فروش کرده، نسبت به قبلش یه ذره کمتر بوده. علاوه منتقدینم یه مقدار از قسمت قبلی فیلمو کمتر تحویل گرفتن، ولی خب زیادم بد نگفتن ازش. نمراتی هم که بهش دادن تقریبا یه چیزی میانگین 7 تو آی ام دی بی، فکر کنم هلوش 8، ولی راتن تومیتوز و اینا تقریبا رو 7 بهش نمره دادن. و خب فیلم خیلی خوش ساختیه. اگه این فیلمو علاقه‌مند باشین ببینید، که به نظر من ببینید، اون 4 تا قسمت حتما علاقه‌مند میشین ببینید. که کسایی که ندیدن میگم، اونایی که دیگه حالا فیلم بازن و عشق فیلم هستن که دیگه حتما دیدن. فیلم سرگرم کننده ایه و وقتتون رو پر میکنه و به قول معروف هیجان جالبی داره. خب اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید. من تلاشم اینه که بتونم چه فیلم های جدید که میاد، چه فیلم های قدیمی مثل دهه 80 یا 90 یا اینا رو، این فیلم ها تا بتونم براتون معرفی کنم که لااقل اگه میخوایم وقت بذاریم فیلم ببینید، یه فیلم های خوبی ببینید. به خدا میسپارمتون. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشین. ممنونم ازتون. خداحافظ.